ما از افغانستان هستیم، از پنجشیر. دوست دارید همین گونه لباسا؟ بله بسیار. برای وجود خیلی زیبا، زنده باشید، زنده باشید. اطلس تاجیکی. انا اینش اطلس تاجیکی بوده است. نه خانم ببینید لباسی زردوزی را برپا کردگی هستند، البته که خیلی زیبا است. برام باشه شما از کجا هستید ببخشید؟ ما از افغانستان هستیم، از طرف البته شمال افغانستان، از تبار ترک‌تبارا هستیم، ازبک هستیم. رسام هستید شما؟ ما هم رسام هستم، هم شاعر هستم. ای بچه ما ایرا نمی‌دیدم. این پرچم کجاست؟ پرچم مقاومت است. زنده باشید، زنده باشید. پرچم عمر صاحب شهید از خب میفهمید دیگه. زنده باشید، زنده باشید. لباس ازارگی است. او من بخدو. خودم از ولایت بغلان و ولسوالی دوشی هستم، سمت شمال افغانستان. زنده باشید. من از افغانستان هستم. من تاجیک فارسی زبان افغانستانی خراسانی هستم. نام ژاله ظفری است. این چی پوشیده؟ این فلسطینی هست بفکرم ها؟ عربی میگن چی میگن؟ عربی نیست. اسمی من دگی خدا دگیف است. 25 سال پیش آمدیم، به حیث دانشجو آمدیم. بله. و گستره زبان فارسی یک زمانی از کجا تا کجا بود؟ و پیامی هم دارم به پیشوای ملت تاجیکستان امام علی رحمان. салому дуруди бепоён ба кулли мардуми порсзабонони аҳли дунё. Имрӯз мо дар шаҳри Лондони Британия қарор дорем ва ҳамоиши бузурги порсзабонони аҳли дунё дар ин ҷо дорӣ мегардад, оид ба забони модарии форсӣ тоҷикӣ. Ва имрӯз чӣ хел шумо мебинед хеле мардум зиёд омадагӣ аст аз Тоҷикистон, аз Афғонистон, аз Эрон, аз Узбекистон, ҳама порсзабонон ҳастанд ва ин гуна чорабиниҳо як ёддошти фарҳанги меросӣ кулли мардуми порсзабони аҳли дунё аст. Ва имрӯз албатта ки мо бо ҳар гуна порсзабонони дунё аз ҳар гуна давлатҳои дунё як шиносоӣ мешавем, як суҳбат мекунем, як интервю мегирем. Албатта ки нишон медиҳем чӣ гуна либоси фарҳангӣ, хӯроки фарҳангӣ ва дигар чизҳои меросӣ дар ин ҷо тақдим гузоштагӣ ҳастанд. Ҷаласае ки баргузор мешавад дар он ҷо рӯзноманигорон, сиёсатшиносон, тарихҷӯён ва дигар гуна одамони ҳунарманд ва олим як суханронӣ мекунанд. Онҳоро ҳам дар сабт мегирем, ба шумо пешниҳод мекунем ва ин гуна ҷаласаҳо беҳтарин ҷаласаҳо ҳастанд ва кош дар ҳама шаҳрҳои порсизабонон ин гуна чорабиниҳо доир шаванд, чунки мероси мо мероси хеле бузург аст ва мо ин меросро бояд аз ёд набарорем. Хоб дӯстон, бибинед дар он ҷо либосҳои миллии порсзабонон мумкин либосҳои самарқандиву тоҷикистонӣ бошад. Албатта ки хонума бинед либоси зардӯзира барпо кардагӣ ҳастанд, албатта ки хеле зебо аст. Хонума бинед либоси зардӯзира барпо кардагӣ ҳастанд, албатта ки хеле зебо аст. ин ба фикрам либоси бухороӣ ё самарқандӣ бошад, зардӯзӣ мегӯяндша. дар Тоҷикистон хеле машҳур аст. ببخشید نام شما چیست؟ شما از کجا هستید؟ نام من مرزیه هست، از افغانستان، از کابل هستم، فعلا لندن زندگی میکنم. زنده باشید، خیلی خیلی خوشرو هستید. با من خیلی ممنون است. زنده و سربلند باشید. زنده باشید. این لباس رو شما در کجا خریدید؟ چی گونه از خود کردید؟ این لباس یک دوستم، یک خیاط بسیار ماهر و بسیار ناز، آمنه جان برام دوخته و امروز اولین روز است که پوشیدیم و ما افتخار میکنم به چنین دوستی که هنرمند است و چنین لباس به ما درست کرده. زنده باشید. این گوشواره ها چیست؟ ایناش از کجا باشد؟ اینا جولری های افغانی هست که خودم از دکان های افغانا در ساوتال خریدیم. در بریتانیا، در لندن؟ در بریتانیا، بله. لباس افغانی در بریتانیا بسیار زیاد است. ما بخصوص در خانم‌ها از خانه کار میکنن و همچنان در داخل ساوتال در دکان‌ها هست. زنده باشید، زنده باشید، زنده باشید. این دست پوش هم دارید نه؟ البته که بهترینه. بله 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 زنده باشید. سلام درود، خوب هستید؟ صحت سلامت هستید؟ شما هم زردوزی پوشیدگی هستید اما رنگش دیگر است. شما هم از لندن گرفتید؟ از کجا است گرفته؟ شما از کجا هستید؟ من خودم آمده هستم، در لندن هستم، خیاط هستم، دکان دارم. زنده باشید. در دکان خودم میفروشم. اوه خب شما این گونه چیزا میفروشید؟ این لباسای کجا است با ما این لباسای افغانستان است. افغانستان. خب بازی این زیرش خود ما تیار کردیم، تنها چپنش از افغانستان خواستیم. ایرا چی میگن؟ این نامش چی میگن در افغانستان؟ در افغانستان چپنای ابریشمی و زردوزی است. زردوزی میگید؟ ما این را فرمایش میدیم در دکان، باز مردم مشتریای ما خیلی پسند میکنه، خیلی خوش داره. بهترین. بسیار کمیافت است.
بله بله بهترین بره خیلی زیباست خیلی زیباست خیلی زیباست زنده و سربلند 20 سال باشید است که در یک منطقه دکان دارم. زنده خیلی باشید مشتری زیاد دارم. آمنه جان گفتن بهتر اسمش اینو آدم می‌دونم. بودم همی خانم هنرمند هستن که چپن مرم درست کردن از خودم درست کردن بهترین. اینا زردوزی است و تکش تکی بخمل ابریشمی است زنده باشید بسیار زنده قیمت باشید. است اینا بله بله میدونیم زنده سلامت باشید باشید. زنده باشید خیلی خوشو هستم تشکر تشکر انا اینجا ببینید هر گونه لباس ها البته که هستن من همشون نامشون نمیدونم اما میدونم که اینش اطلس است این اطلس تاجیکی انا اینش اطلس تاجیکی بوده است اینش اطلس تاجیکی قسم میگن چی میگن در تاجیکستانی ره من راست دیگه نه اونقدر کتی چیزا شناسایی دارم چی است؟ اما میدونم که اطلس نام دارد بله انا زردوزیش هم میدونم به قسم میگن در تاجیکستان چون ما اونجا زندگی کردیم آها. در شهر دوشنبه میفهمید که به قسم میگن در تاجیکستان خب بهترین رنگای مثلا روشن‌ترش برای رساویا میگیرن میدوزن بخصوص در بازار کاروان از این لباس ها بسیار زیاد است و از این تکا هم بسیار زیاد است خب این همی لباس های شما میشود که در بریتانیا میفروشید خریدارش زیاد هستند دوست خریدار دارن زیاد است. فرمایش زیاد میتن. خصوصا مردمای عرب زیاد میگیرن. مردم های عرب دوست عرب میدارن زیاد به خاطر دستوزی است. میشود که ما گویم که این لباسی تاجیکی پارسی است برای که چرا در تاجیکستان در حقیقتا خیلی این گونه لباسا آدما دوست دارن میپوشن اساسا در روزهای نوروز جشن یگان مراسم ها خیلی فرهنگ دوست هستن مردم تاجیکستان البته که تاجیکای دیگر دنیا هم و شما که این گونه لباسا میفروشید شما چی گونه تقدیم میگید مثلا میگید که لباس افغانستانی است تاجیکستانی است چی گونه لباس مثلا افغانی است. افغانیست میگید مشکل نیست ما خودم چی هستیم؟ ازبک هستیم. اصلا لباس ملی ماست. مشکل نیست زنده باشید خیلی لباسای خوشرو خیلی لباسای بهترین و اگر که در لندن ای البته که خریدارش زیاد باشه باور کنید بهترین کارا میکنید زنده و سربلند باشید با شما موفقیت ما دوام میتیم ما 20 سال است در دکان دارم 20 سال زنده باشید ما دکان تو نگوید کسی که خریدار باشد مرحمت میکنه البته که میاد دکان تو آدرس چه نگوید دکان ما آدرس شیپربوش مارکت است من رود شیپربوش مارکت است در لندن نمبر دکان ما 246 است زنده باشید زنده باشید اینا کسی که خریدار باشد مرحمت میکنه خانم با شما تقدیم میکنه تشکر زیاد زنده و سربلند باشید اینا اینجا میریم اینجا با دیگه اینا لباسو را چیز کردگی هستن موندگی هستن البته که بهترین لباسو هستن در اینجا باشد توقی مثلا این توقی ما بدخشانی میگیم اینش هم توقی بدخشانی میگیم این کلاهی اگه نمیدونم افغانی میگن چی میگن کلاهی افغانی است به فکرم اینش نمیدونم به فکرم یگان کلینچک میپوشد یا کی میپوشیده باشه من نمیدونم سلام علیکم اینجا با این برای کلینچک باشد این کی میپوشد این را کی میپوشد یعنی نمیدونید مشکل نیست این اینجا اینش لباسی افغانی است به فکرم این همین گونه لباس را میپوشن مردم این گونه لباس ها هستن اینش باشد این دقیقاً لباسی ختلانی است ممکن افغانستان هم پوشن نمیدونم با انا به هر حال اینا اطلس آدرس هم در اوجا این اینجا کیلوواری فروخته هستن زرگر یا ببینید چگونه هست زرگری هیچ نامش نمیدونم این نامش چی باشد؟ این برای من یک کس داره نامش نمیفهمید اما لباس پوشیدگیش ما چی نام دارد؟ لباس ما این اکچلی لباس تاجیکیسته ما ازبکستان رفته بودم یک چند ماه پیش باز خاله اونجا زندگی میکنه برای من اینو جور کرد خیلی خوش رنگ خیلی زیبا است زنده باشید از آن شما هم این اطلس میگن یک رقم است بله شما از کجا هستید؟ ما از افغانستان هستیم از پنجشیر
دوست دارید همین گونه لباسا؟ بله بله بسیار. برای پوشیده خیلی زیبا، زنده باشید، زنده باشید. این کیلوواری چیست؟ این زرگری، یعنی در گردنتون، بله. این چی است؟ این من از یک جای گرفتم. این از افغانستان است. بهترین خیلی خوش از بار کنید و من خیلی معقول است. این چند سوم است نرخش که در لندن باشد؟ مثلا شما دیده استیم که در اینجا چیزای زرگری میفروشید، قیمتش مثلا قیمت از گرون است؟ این اگر راست بگویم قیمت نبود. این آنلاین گرفتم. خب خیلی خوش از بار کنید. موافقت شما با نجدای خانم چیزای زرگری فروخته هستند، اما ببینید البته که خیلی مردم زیاد اومدگی هستند. در اینجا باز میریم، اینجا کتابم میفروشتن. اینجا در که خوراکی هم فروخته هستند، که این خوراکی ممکن ملی باشد نمیدونم میشه، اما مربا آوردگی در اینجا که اون کس خریدار باشد البته که میبیاد میگیرد. انا باز اینجا میبینیم در اینجا ببینید عکسی خانومی افغانستان نمیگونه چادر پوشیدگی هستند، در نزد بحر باشند، در پیش دریا باشند، در دستشون کدام کتاب است. در فکرم انا این کدام همی کسی که رسان هست است نمی چیزا را عکس میگیره. این آیت دیگه عکس گرفتگان خانم انور و او خانم هم چیزی در دستش کدام کتاب است چی است نمیدونم چی است، اما کدام کسی باشد رسام. این اینجا در باید کسی رقص درویشان. سلام درود، خوب هستید؟ صحت سلامت هستید؟ زنده و سربلند باشید. شما از کجا هستید ببخشید؟ ما از افغانستان هستیم، از طرف البته شمال افغانستان، از تبار ترکتبارا هستیم، ازبک هستیم. رسام هستید شما؟ ما هم رسام هستم، هم شاعر هستم. او بهترین علیم. این گونه رسام ها چی معنا دارن؟ میدونم که رقص درویش میگن، نه؟ رقص سماست، رقص سما میگن. رقص سما میگن. بله. چی معنا دارد همین رقصش؟ رقص سما مثل جز از یک عبادت واری است. صوفی میگن، رقص صوفی. از زمانی که حضرت مولانا بوده میگفتن سجده نکن، چرخ بزن. بله. این و زمانی که شما سما میکنین یعنی کلا شما در یک عالم بالا هستین، در عالم بالا هستین، مثل یک عبادت هست. با چرخش نور پخش میکنین، بعد از او که شما دوباره برمیگردین در جهان هستی، یعنی کلا یک انسان کاملا خالی میباشین، چون خود در سما رفتن در خلوت با خدا بودن است. بله. و این ما بس که میبینین که میگن عشق است، محبت است و باقی همه هیچ. یکی از شعرهای مصرعی از شعر مولانای بلخ است. بله. یعنی در دنیا همه چیز میگذره، تنها چیزی که پایدار میمانه محبت است و عشق، دیگه همه چیز فقط هیچ است. زنده باشید. سلامت باشید. این لباس پوشیدگی شما چی است؟ با فکرم این ترکمنی است. لباس ازبکی است. این هم از پیلی ابریشم است. میبینین دو لا داره، مثلا سبز و این رنگ. بله. پیلی ابریشم میره در سابقا به جیز میدادن با عروسا. مادر کلانو میره گفتن به دکانشان از مادرم است. این همین گونه لباسی که شما پوشیدگی هستید، من در ترکمنستان مردمی ترکمنستان خیلی این همین گونه لباس میپوشن. چون ما همه ریشه با هم هستیم دیگه، مثلا تاتار و ترکمن و ازبک و یا همشون ریشه به هم دارن. درست. ولی بازینی اونا را کشیدن دیگه. من خوشبختانه مادر من، آنه من یعنی خیاط هستن، اینا خودشان به دستایشان برمجور کردن. خیلی خوب. چون امروز میفهمین که روز زبان مادری است. بله. و در این روز ما باید همو غذاهای مثلا افغانی یا مثلا نقاشی ها، لباس و شعر و چیزا باید بخوانیم تا به اولادای ما بفهمانیم که زبان ما چقدر یک زبان به حساب غنامند است، قدیمی است. باید این را نسل به نسل انتقال بدیم، چون که اینجا خودتان میفهمین اگر ما همین روزا را تجلیل نکنیم یعنی کلا بعد از چند وقت اولادای ما فراموش میکنن. و ما بر شما یک رسامی دیگر هم میخوایم از زنای افغانستان تبارز داریم. بله. بسیار جالب است. شما میبینین که اینجا یک زن افغانستان ما کشیدیم. بله. شما از زنای افغانستان در اخبار شاید شنیده باشین که
طالبا از تحصیل، از دانش، از مکتب، از کار منع کردن و یا زنایی هستن که همشون دکتر هستن، انجینیر هستن ولی فعلا به زیر بقره. اصلا بقره مال ما نیست. بله بله بله. زنای افغانستان قدر یعنی کل زنها حق دارن که امو ابتدای ترین البته ضرورتشان که علم دانش از داشته باشن، چون که خداوند خودش گفته اقرا بسم ربک الذی خلق. ولی متاسفانه نمیفهمم طالبای قانون سفت و خیلی بربریت از کجا آوردن که زنها را به زندان حبس کردن و من ایره به زبان البته رسامی بیان کردم بر جهان ببینه که در قرن 21 در یک گوشه از جهان زنها در زندان حبس هستند زیر ظلم و ستم و شکنجه. بله بله بله. تشکر زیاد با شما. زنده و سربلند باشید. دوام تید بهترین کارا میکنید. تشکر زیاد. تشکر زیاد. اینجا ببینید چگونه خانوما لباسا پوشیدگان خانم ببینید. سلام خانم، خوب هستین؟ صحت سلامت هستین؟ این چگونه لباس پوشیدگی است؟ چگونه قشنگ است؟ این لباس افغانی باشه. لباس ازارگی است. اوه بخدا. من خودم از ولایت بغلان و ولسوالی دوشی هستم، سمت شمال افغانستان. زنده باشید. خیلی خوشرو است. خیلی خوشرو است. ممنون. من یک دوستی خیلی نزدیک دارم که در یک شهری اسکاتلند استقامت میکند. هزوره. اونها هزوره هستند و یکمین بار بود که من با مردم هزوره در اسکاتلند شناسایی شدم. در تاجیکستان من از تاجیکستان هستم، در تاجیکستان هم شناسایی بودم، اما نه قدر نزدیک و این گونه لباس ما نو دیده استم. باور کنید بهترین است، قشنگترین است. باور کنید و این چی معنی دارد؟ این همین رش اینا همش دستی است. اینا دست دوزی ان، خامک دوزی میگن که مخصوص مردم هزاره ما است. مثلا ما قسم لباس های افغان افغانستانی داریم ولی این مخصوص مردم از قوم هزاره ما هست. زنده باشید. رنگ های مختلف داره، سفید است، آبی است، بله سبز است، ولی رنگ سبز رنگ بهترین مورد علاقه است. زنده باشید شما در واقعیت. دیده چگونه لباسای قشنگ در اینجا هست. در این جهازی میریم. آدم‌ها خیلی زیاد اومدگان در حقیقتا انا اوزی پیشی نه استادون در اینجا هستند. انا پیشی یک برادر کنی برادر مو نمی خانم کتی من باید حتما حوزی گپ زنم. سلام درود. سلام. خوب هستید؟ صحت سلامت هستید؟ زنده و سربلند باشید. شما از کجا هستید؟ یک گونه لباس قشنگ پوشیدگی هستید. من از افغانستان هستم. من تاجیک فارسی زبان افغانستانی خراسانی هستم. نام ژاله ظفری است. این لباس ها هم سال پار رفته برم تاجیک ازبکستان و برای من تحفه دادن. چی میگن؟ خشوع بچه. بله خوشتامن ما میگیم در تاجیکستان. خوشتامن برای من و دخترها یا تحفه دارن دیگه. خیلی زیبا و خیلی معقول است. بله واقعا. سمرقند رفتیم، سمرقند دیدیم، خیلی زیبا، واقعا دوست داشتنی مردم بسیار مهمان نواز. و بله من همیشه لباس تاجیکی میپوشم. شما از لندن هستید اصلا؟ بله من در لندن تقریبا 2 سال. آیا پزمان شدید وطن رو؟ جان؟ وطن رو پزمان شدید؟ یادی وطن دارید؟ مای گاد چطوره واقعا. 19 سال میشه که من در لندن هستم. خیلی 19 سال. بله بسیار دق شدیم، بسیار زیاد. چی پیام دارید با تاجیکان دنیا؟ واو، تاجیکا متحد باشن، همیشه جور خوش آرام باشن و مسائلات فرهنگی تاریخی خود پایبند باشن. تاجیک خیلی یک تاریخ پربار و پر افتخار داره و دشمنان زیادی هم داریم. فراموش نکنیم که خیلی دشمن هم داریم و همیشه متحد باشن و همیشه خوش باشن، آرام باشن. فقط متوجه دشمنا باشن که دیدن نمیتونن تاجیک زنده و سربلند باشید خانم. زنده و سربلند باشید. خیلی 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 قشنگ و زیبا هستید. باور کنید خیلی با ما مفهوم است. همیشه این پوشیده گردید، فرهنگ تاجیک در همونجا پهن کنید. زنده و آباد باشید. خیلی ممنونم. تشکر. سلام علیکم. مو آقای اسکاتلندی باشید؟ بله من آقای اسکاتلندی هستم. خوب هستید؟ درست هستید؟ صحت سلامت هستید؟ من براتون یک مسیج فرستاده بودم که شما ایسو که آمدین گفتم بیاین در رستوران ما فکرتون باشه به نام قابلی. بله. معذرت خواستی گفتیم ما بعد یک بار دیگه ببخشید برادر. دیدید اینا میگن که جهان خیلی معده است، خورد است. ویدیوهایتون رو تعقیب میکنم، زیاد دوستان دارم. تشکر زیاد. یک خود رو معرفی کنید برادر. نام من میلاد موج است.
شما از افغانستان هستید. از کجای افغانستان هستید از برادر؟ ولایت سمنگان. زنده باشید. یک دوستی خیلی نزدیک من از سمنگان است که در شهر گلاسگو اسکاتلند استقامت میکند. دعوتش کردم گفتم بیا کتیما یک لندن بریم، اما گفت که خب نمیتونم کارش خیلی چی است. خب برادر چی گونه ای ایجود ای بچه ما ایرا نمیدیدم این پرچمی کجاست؟ پرچم مقاومت است. زنده باشید زنده باشید. پرچم عمر صاحب شهید از خب میفهمی دیگه. زنده باشید زنده باشید برادر. ایرا ما حوزه ایرا باید هر یک تاجیک افغانستانی تاجیک تاجیکستانی داشته باشد بشناسد. بهترین کار میکنید برادر گرامی. قلب خود نزدیک نگاه میکنم و هم در خانه بزرگترش هست پیش ما. زنده باشید برادر. چی پیام دارید با تاجیکان افغانستان تاجیکستان دیگر دولتان یگان سخن؟ خب پیام من این نیست که متاسفانه تاجیکان یک مشکل دارن که متحد نیستن. یگانه پیام است که تاجیکان در هر نقطه دنیا که هستند باید باید متحد شوند و اتحاد یک رمز موفقیت است. اگر اتحاد نکنند متحد نباشند هیچ وقت این حالتی که فعلا سر مردم تاجیک در افغانستان آمده کلش ناشی از همین عدم اتفاق است، اختلافات است. باید نباشه. این باید از بین بره. تاجیک باید یک دست باشه. بله 100%. آیا شما در تاجیکستان بودید؟ نه. خیلی آرزو میکنم برم تا حال نرفتیم. مرحمت تاجیکستان بیاید. تاجیکستان البته از دیدن خود باورت نمیفهم چی رقم با کدام الفاظ بگم خیلی خوشحال شدم. من می‌خواستم تو از خاطر پیام خبر شدم که طرف لندن هستی، پیام رسوندم که حتمی باید در رستوران ما بیایی. ان شاء الله میریم. خودت که معذرت خواهی کردی یک ذره گفتم خب حتمی خط مسیرتون دیگه طرف بوده نشده دیگه. ان شاء الله آدرس خود برات فرستاده بودم. بله ان شاء الله که یک روز بیاین بخیر. خب میفهمم تو هر روز قابلیای افغانستان خیلی تعریف میکنی. بله دیگه رستوران ما به نام قابلی است. میریم ان شاء الله میریم و همینجا هستیم ان شاء الله. تشکر زیاد. اسمی من دگی خدا دگیف است. عادتا در این بگیریم چیزهای اجتماعی آنلاینی بیشتر با نام دادی خدا قدمزاده معرفی هستم و ما اینجا 25 سال پیش آمدیم به حیث دانشجو آمدیم و استیپندیا یا سکالرشیپ که میگن گرفتیم اینجا آمدیم و در چندین دانشگاه ها در اینجا درس خواندم. از دانشگاه لندن شروع شد، بعد دانشگاه آکسفورد رفتم، باز اونجا در دانشگاه لندن دکترا گرفتم در علوم سیاسی و اینجا در مرکز پژوهشی آقاخان که است با نام مؤسسه مطالعات اسماعیلی به حیث پژوهشگر هستم. بیشتر در مورد تاریخ افکار و اندیشه و کشورهای آسیای میانه پژوهش میکنم و خودم هم یکی از نفرایی هستم که همیشه در مورد تاجیکا پژوهش دارم و چندین کتاب و مقاله هم نوشتیم و حالا انتظار است که یک کتاب بسیار بزرگ است که با نام تاجیکان هویت فرهنگ باید که امین سال با دانشگاه کمبریج به نشر برسد و کتاب بسیار حجم بزرگ است. 2 جلد است، بیشتر از 44 مقاله را در بر میگیرد و یکی از اولین پژوهش‌ها است که خیلی بزرگ همه جهت یعنی کامل است در مورد جغرافی. اون مرز تاجیکا خراسان بزرگ مشخص میکند که این مرز در کجا بوده است در گذشته و امروز کدام کشورها شاملی هستند و تاجیکا در کدام کشورها هستند، از جمله مثلا تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، چین، ازبکستان، یک قسمتی قرقیزستان، ترکمنستان و حتی جنوب قزاقستان. چی پوشیده دی؟ فلسطینی هست بفکرم؟ عربیکا میگن چی میگن؟ نه عربیک نیست. چیست این پاکول که از نماد مقاومت افغانستان او زنده باشه. این هم از مردم افغانستان از تاجیکا. بله من دیده بودم. این تاجیکا زیاد میکشن. خصوصا مردم سمت شمال. ما پدرم که افغانستان رفته بود دقیقاً این امیر تاجیکستان آورده بود. باور کنید. پدر من در مقبره احمدشاه مسعود در بنیادگذاریش در همون وقت بود پدرم و این از افتخارات ماست. زنده باشید برادر. البته که داخل میشیم پس با هم صحبت میشیم. ولی برادر چند تا رباعی یا دو بیتی براتون بخونم. شکستی باز هم من را شکستی، بلورینی و آهن را شکستی، تو باید می شکستی من شکستم، تو قانون شکستن را شکستی. یکی دیگه ای عشق به درد خون نداری برگرد که آبرو نداری برگرد،
در دیده من نماز خون میخوانند. ای اشک اگر وضو نداری برگرد. آخری هم بخونم و برم. میخواهی از این کلبه تارم بروی، این گونه قریب از کنارم بروی. یک لقمه نان هست که با هم بخوریم، امشب به خدا نمیگذارم برم. روزها که رفت دور آباد نیست، تو بیمانی آن که جز تو پاک نیست. هر کی جز ماهی زیابش زیر شد، هر کی بیروزیست روزش دیر شد. 11مین همایش لندن به مناسبت روز جهانی زبان مادری گرد آمده. این رویداد خجسته رو به همه شما به میزبانی این همایش بزرگ سالانه قانون فرامرزی همیاری فارسی زبانان و همه همزبانان در این جهان پهناور صمیمانه شادباش میگویم.